یه غذای متفاوت و کم هزینه درست کن. طعمش فوق‌العاده است. مطمئنم عاشقش میشی. با اکوکو کمراه باش. 1.5 لیتر آب رو جوش بیارین. 1 قاشق غذاخوری نمک و 2 قاشق غذاخوری روغن بهش اضافه کنید. 500 گرم ماکارونی رو بریزید و اجازه بدید 10 دقیقه بجوشه و خوب نرم بشه. داخل یه تابه مقداری روغن و 50 گرم کره بریزید. 2 قاشق پر رب بریزید و تفت بدید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. مقداری